ما هیچ ربطی به اهل بیت نداریم، ولی سرمایه مشترک داریم، اونم ولایت امیرالمومنین. اینو مشترکیم، سرمایه مشترک. امام کاظم در روایت هست یکان یدعو به هذا الدعا، اینو خیلی دعا میکرد امام کاظم که خدایا یوم ندعو کل اناس به امامهم، اون روزی که هر کسی رو صدا میزنی به امیرالمومنین، به امامش صدا میزنی، ما رو زیر پرچم امیرالمومنین جمع کن. امام کاظم کان یدعو به هذا الدعا، اینو هر روز میخواست از خدا. این دعای ما هم هست، سرمایه مشترک. میگه ان المکارم شتی لا عداد لها، مکارم، کمالات، فضائل، خوبی ها خیلی زیاده، اصلا نمیشه شمرد. سبحان جامعها، سبحان الله که اینو جمع کرده. ان المکارم شتی لا عداد لها، اینقدر زیاده اصلا نمیشه شمرد. سبحان جامعها فی ذلک الرجل، همه رو تو یکی جمع کرده خدا. لذا نمیدونی از کجا باید بگی، از کدومش باید بگی.